مزایده فراجام از دیروز شروع شده، تنوع بی‌نظیری این سری از تو مزایدهشون. نیسان تینا رو می‌بینیم بعد از مدت‌ها در مزایده و رونیز و انواع خودروهایی که همیشه وجود دارن. بنزا هم تنوعشون این سری بیشتره. مزایده‌های ناجا نیاز به دقت داره. یه مقدار توی قیمت گذاریتون در واقع بررسی رو بیشتر کنید، چون ماشیناشون معمولا کاردارتر است از مزایدات دیگر، اما قیمت‌های تموم شده توی مزایدات ناجا مطلوب‌تر از مزایدات دیگر است. با یک در واقع بررسی بهتر میتونید خودروی خوبی رو اینجا انشالله انتخاب کنید. مزایده‌های ناجا به صورت حضوری برگزار میشه، ضمانتنامه احتیاج داره و نیاز است که خودتون تشریف بیارید، اما روال کار روانتر از مزایدات دیگر است و پیچیدگی‌های مزایده‌های آنلاین رو نداره. ما هم در خدمت شما هستیم تو این مزایده در حد توان، کارشناسی بدنه و هر خدماتی که از دستمون بر بیاد.